یک یهودی در اینترنت ما را تنقید کرده بود. میگم من تعجب میکنم از مسلمانایی که امروز قرآن نمیخوانند. همین جواز 70% قرآن خوان نیستیم. چه مسلمانان میگن کتاب دارن مقدس به نام قرآن در عمرش قبیلگی نیست. یا قرآن خواندن نمیتونید، شرم نمیدانید، عیب نمیدانید. و میخرد قرآن یک بار ورق بزن هر حرفش در 10 ثواب میده خدا. هر حرفش 10 ثواب. اوی دنیا در تو 100 سالی 200 سالی 40 50 سال قطعا کمی 4 روزه حیات در یک ذخیره ثواب کن. و در اینجا مثال برای تو شاید که مشکلات جده که در آخرت در اینجا کار در آنجا نقل بردار. بعد از آن اعراضش گفت اگر قرآنم خانم گفت معناش نمیفهم. یک آدم شما برادر عزیز یک آدم سبب رای درستش بشه آخه اصلا همین دعوت برای کیه؟ دعوت برای همین آدمی نمازخوانه. همین 4 نمازخوانه جمع کنیم همه رو دعوت کنیم. همین آدمی که ای نماز دوره، آدمی که مقصد ای اسلام دوره، آدمی که قاعده و قانون دین نمیدونه همون رو دعوت بکنی. آخه ایش زناکاره، اوش عرب نوشه، ایش بیریشه، اوش بیستره. آخه اینها رو هم دعوت کردن در کار کن. اینها قطعا شیشتن در کار کن. اینها هم انسان کن. حدیث مشهور داریم که وقتی یک یهودی را تابوت چه میگذرونیدن پیامبر مناجاش بلند شد گفتن ای پیامبر بشی این یهودی های مقصد دشمنی مسلمانای نخیزه جان. پیامبر من یک سخن بسیار بلنده گفتن برادر عزیز. چی گفتن؟ الیست نفسا؟ گفتن آیا انسان نیست؟